قانون لاحق. لاحق در لغت به معنای متصل یا بعدی عنوان شده و در اصطلاح حقوقی به اون که بعد از چیزی بیاد و به اون ملحق بشه اطلاق میشه. در صورتی که قانون وجود داشته باشه و قانون جدیدی وضع بشه، قانون جدید رو قانون لاحق میگن. قانون لاحق یا همون قانون جدید آخرین اراده قانونگذار در حوزه قانونگذاری برای یک موضوعه. قانون لاحق اصولاً قانون سابق رو نسخ میکنه، مگر اینکه قانون سابق خاص و قانون لاحق عام باشه.